سلام، من مینا هستم. به کانال یوتیوبم خوش اومدین. امروز میخوام براتون یه ویدیو آموزشی بذارم برای کسایی که دسترسی به باشگاه ندارن و تو منزلم تجهیزاتی ندارن. تمرینات امروز به روش HIIT یعنی چی؟ یعنی که شما نه نیاز به دمبل دارین، نه نیاز به کش دارین و نه هیچ دستگاه دیگه ای. چی کار میکنه؟ در عین حال که چربی سوزی میکنه، عضله سازی هم میکنه و یه شیپ خیلی قشنگ به بادیتون میده. با وارماپ شروع میکنیم. میخوایم اول کل بدنمون رو گرم کنیم. برو 1 2 3 4 5 مرتبه و برعکس. یادتون باشه دم و بازدم حین تمرین داشته باشین. خوبه؟ بریم. دست بالای سر. 1 10 مرتبه. برای این حرکت کامل باید عضله پشت پا کشیده بشه و عضله مورب، شکمی و فیله. خوبه؟ حرکت بعدی اسکوات، پا داخل پهلو. حواستون باشه بچه ها وقتی حرکت اسکوات رو انجام میدین کاملا تمرکزی انجام بدین و ذهنتون رو بذارین روی عضله 4 سرتون. وقتی تمرکز بالا باشه ناخودآگاه فشار از روی کمر برداشته میشه. 10 مرتبه. زاویه 90 درجه. حواستون باشه زانو از پنجه بیرون نزنه. حرکت بعدی حرکت داخل پاه. حواستون باشه پا از عرض شونه بازتر و پنجه رو به بیرون. دست جلوی سینه میشینی. تمرکز کاملا روی عضله داخله. 10 مرتبه. دم و بازم یادتون نره. یادتون باشه بیشتر از حد پایین نریم. حرکت بعدی حرکت لانچه که فشار روی 4 سر، عضله هدف 4 سره و عضله کمک کننده میشه عضله سرینی. دقت کنید. میای برمیگردی. زاویه پا 90 درجه. 10 بازدم. 1 برمیگردی. 1 پای راست و چپ یه دونه. 2 3 تا 10 مرتبه. 3 بچه ها یادتون باشه بین هر ست 40 ثانیه تا 1 دقیقه استراحت داریم. انقدر این هوا گرمه که نفس آدمو میگیره. حرکت بعدی حرکتیه که برای بغل پاه، فرم گرفتن بغل باسن و بغل پا. پنجه پا یه مقدار به زمین برخورد میکنه میری بالا. 1 2 زانوی پای مخالف یه مقدار میشکنه. بچه ها توی حرکات تمام حرکات پا به هیچ عنوان زانو نباید صاف باشه. یه مقدار زانو رو باید بشکنید. 10 مرتبه. پا رو عوض میکنی. به این علته که زانو باید یه مقدار خم باشه. آسیب میزنه به زانو برای کسایی که زانوشون رو خیلی قفل میکنن تو حرکات. حرکت بعدی حرکت ددلیفت بدون هیچ وسیله‌ای. بچه ها عضله هدف عضله پشت پاه. پا عرض شونه. دست جلو سینه، میری
زاویه کمر 90 درجه. وقتی میای پایین زانو یه مقدار به حالت نیمه خمه، طوری که کشیدگی رو توی عضله باسن و پشت پا حس میکنی. چهار تا ست 10 تایی. بچه ها این حرکت برای کسایی که پشت پاشون سلولیت شده بی‌نظیره. توی این حرکت برای کسایی که میخوان بازوشون چربی سوزی بشه، کوچیک بشه و عضله بکشون کلاً کات بشه و چربیاش بین بره، این حرکت معجزه میکنه. پا عرضشونه، دست میره زمین، قدم به قدم میری، دوباره فشار کامل روی سرشونه و بازو و بکتونه. حواستون باشه با انگشت بالا نیاین، با کف دست. ده مرتبه این کار رو تکرار میکنین. این حرکت خیلی ضربان قلب میبره بالا، برای همین حتما 1 دقیقه استراحت رو داشته باشین. حرکت بعدی حرکت شناه. هم میخوام برای کسایی که حالت پیشرفته ترن بگم، هم برای کسایی که مبتدیان. اول کسایی که مبتدیان میخوان شنا رو خوب یاد بگیرن. زانو رو میذاری پا پشت پا، بدن رو میدی جلو، دست عرضشونه، میری پایین، کمر در راستای بدن صاف باید قرار بگیره. 2 10 مرتبه. و برای کسایی که پیشرفته هستن و شنا براشون یه مقدار راحت تره، پا بالا میری پایین. خب این حرکات برای چربی سوزی بک و زیر بغل بی‌نظیره. حرکت بعدی حرکتیه که برای چربی سوزی بالا تن است. اینم بهتون بگم کسایی که دچار افتادگی سرشونه هستن و دوست دارن یه سری حرکات اصلاحی تو خونه انجام بدن که این افتادگیشون برطرف بشه، این حرکت رو انجام بدین. فقط یادتون باشه این حرکت حتما 4 ست باشه، 4 ست 20 تایی، ولی کمتر انجامش ندین. 1 میری بالا، 2 بالا، 3 بالا، 4 20 مرتبه و برعکسش، بالا 1 بالا 2 3. حتما این حرکات جزو تمریناتتون باشه، فراموش نکنید. 20 مرتبه و در آخر 1 2 3 4 5. یه مقدار دچار درد میشین تو ناحیه پشت ولی طبیعیه. 20 مرتبه. خوبه؟ حرکت بعدی میخوام بهتون بگم حرکتیه که برای چربی سوزی شکم و پهلو خیلی مناسبه. اول ایستاده‌شو میریم، 1 2 2. یادتون باشه حتما عضلاتتون رو منقبض کنید. عضلات شکم پهلوتون باید منقبض باشه. این تمرینات رو 20 مرتبه انجام میدین. راست و چپ میشه 1 مرتبه. 1 2 2. خب بریم حرکت بعدی. اصولا میگم مادر تمام حرکات شکم که برای تقویت عضله شکم، فیله و کل بدنه. با این حرکت میتونین تمام عضلات بدنتون رو منقبض کنین و تقویت کنید.
میریم پایین. یادتون باشه این حرکت رو 4 تا ست 20 ثانیه‌ای انجام میدین. بدن در یک راستا 40 4 تا ست 20 ثانیه. سر در راستای بدن. تمام فشار روی عضله شکمه. خب و حرکت آخر، این حرکت میکس حرکت شکم و پهلوه. میای بالا، دست در راستای بدن. بچه ها من چشام میبندم به خاطر نور آفتابه که خیلی شدید تو چشمه. 1 1 2 1 3. دقت کنید تمرکز کامل روی حرکت شکمه. اگه فکرتون رو کامل بزنید روی عضله شکم، فشار از روی گردن کاملا برداشته میشه. راست چپ، راست چپ. و در آخر حرکتی که روی عضله موربی شکم پهلوتون تاثیر میذاره. دست پشت سر، سر در راستای بدن، سقف یا بالا سرتون رو نگاه میکنید. بچه ها توی این حرکت اصلا گردن نمیشکنه، این حرکت اشتباهه. دستتون رو میذارید پشت سر، با هم میاد بالا. قشنگ سوزش رو توی ناحیه شکمی حس میکنید. خب اوکی. حالا و در آخر میخوایم سرد کنیم و میشه گفت کول آف. یادتون باشه حتما همون جور که اول تمرین گرم میکنین، آخر تمرین یادتون نره که سرد کنید و حرکات کششی انجام بدید. این حرکات کششی آخر تمرین کمک بیشتری به چربی سوزی و عضله سازی میکنه. میری جلو، یه نفس عمیق، 10 ثانیه میشمری، کمرتو گرد میکنی، میای بالا. 2 مرتبه. کمر رو گرد میکنی، میای بالا. این حرکت رو 10 مرتبه انجام میدی. تمام کشیدگی پشت فیله و بالا تنه و پشت پا رو حس میکنی. کشش بعدی. ده مرتبه. خوبه؟ ده مرتبه. میای بالا، میری پایین. ده مرتبه. ده مرتبه. و میشینی روی 4 سره. و تمام. امیدوارم که تا الان این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر سوالی دارین، هر مشکلی دارین، توی کانال یوتیوب هم میتونین کامنت بذارین، دونه دونه جواب میدم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.